در این بحران کرونا ویروس تاجیکستان کنستیتوسیون خود و یا معیارهای بین المللی حقوق بشر در زمینه حمایت از صحتی بنیادی شهروندانش را احترام نمی کند. باید در میان تمام اهالی کشور فاصله گیری اجتماعی جاری می شد. باید به مطبوعات آزاد اجازه فعالیت داده می شد تا درباره شمار حادثه های مبتلا شوی خبر می داد، اطلاع پهن می کرد و از آنچه که حکومت می کند اظهار نگرانی می کرد. با چنین مطبوعات آزاد اجازه فعالیت داده نشده است. باید از حقوق مردمی ضعف پذیری مثل پیرانسالان و آنهایی که در حبس هستند و جای حرکتشان محدود است حمایت میکرد. مردم باید حمایت شوند. باید از جانب اهالی و حکومت کمکی ویژه دریافت کنند چون که آنها ضعف پذیر هستند. بازداشتگاه ها باید کم آدم شوند. به زندانی ها باید اجازه دهند که تحت نظارت بیرون از زندان باشند تا که خطر از بالای زندانی ها و کارمندان زندان رفع شود. باید نظارت از دولت و طرز برخورد آن به بحران وجود داشته باشد. باید بررسی های پارلمانی قانونگذاری در زمینه کووید 19 صورت گیرد. در مجموع تاجیکستان باید درباره توسعه ویروس در کشور باز و حقیقت گو باشد.